سلام رفقا، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال یوتیوب مانی گیم. دوستان قراره امروز داخل این ویدیو با هم دیگه 6 تا خفن ترین رونهای میج رو بگیریم که داشتنش برای هر میجی ضروریه و سعی کردم به سریع ترین روش ممکن و بهترین روش ممکن بهتون گرفتن این رونها رو آموزش بدم. اگر داخل یک مپی بریم، داخل اون مپ هر کاری که برای گرفتن هر رونی از میج هست رو انجام میدیم، بعدش از اون مپ خارج میشیم. به این ترتیب ما سریع ترین روش رو انجام دادیم و زمانی که شما به آخرین مرحله برسید همزمان 5-6 تا رون بهتون اضافه میشه. برای همین این ویدیو رو از دست ندید و با رفیقاتون به اشتراک بذاریدش. بچه‌ها بیاید امروز یک کار خفن انجام بدید و این ویدیو رو حداقل برای یکی از دوستاتون که کانال من نداره بفرستید و ازش بخواید که ما رو ساب بکنه. بی معطلی با هم دیگه بریم سراغ ویدیو. خب اولین مرحله اینه که به مپ ددویند میریم و با این NPC که میبینید صحبت میکنیم. به همون یک ترینکتی میده و این ترینکت رو وقتی یوز بکنید روتون اکویپ میشه. این ترینکت رو با خودتون میبرید به مپ سمت راستی به اسم سوام آف سورو. به لوکیشنی که دارید میبینید وقتی رسیدید داخل مپ دارم بهتون نشون میدم، یک بافی روتون میفته که زمانی که این باف روتون باشه شما میتونید ترینکت رو یوز بکنید و دارک رایدر سامون میشه و میزنیدش. بچه دارک رایدر خیلی یونیت قویه، به تنهایی نمیشه زدتش و منم برای زدنش کمک گرفتم و جی پی جمع کردم. بعد از اینکه دارک رایدر رو کشید به حدوداً 100 یارد بالاترش بیاید و یونیت های اینجا رو بکشید. 3 تا قفس میبینید، برید یونیت های بغل قفس رو هم بکشید. داخل قفس یکی از کتاب های رون های شما هستش، نیازی نیست که کلید رو پیدا بکنید تا قفس رو باز بکنید. باگ داره، بغل قفس واسید، روی اون کتابی که داخلشه کلیک بکنید و کتابتون رو وردید. اگر دقت کنید منم بغل قفس وامیستم و از بیرون قفس میتونم کتابم رو لوت بکنم. این میشه یه دونه از 20 کتابی که شما باید برای گرفتن رون اسپل پاور داشته باشید. بعد از اون به مپ پایینی برید به اسم بلستد لند و فلای مسترتون رو باز بکنید و از اینجا فلای بکنید به مپ داسک وود. وقتی به مپ داسک وود رسیدیم بچه‌ها میریم سمت قبرستون داسک وود و وقتی وارد قبرستون شدید، قبل از اینکه بخوایم به خود قبرستون برسیم یه مقدار پایین ترش لوکیشن دومین دارک رایدرمون هستش. بیاید اینجا ببین باف روی من میفته، دارک رایدر رو سام میکنم، هوردام همین کارو میکنن، یکی شما میزنیم و یکیش هم اونا میزنن. دارک رایدر بچا خیلی بد میزنه، اسلو نمیشه. حالا کلا بهتون بخوام اینجا بگم که من نتونستم به تنهایی بزنمش، پس شما الکی ترای ندید، واقعا یونیت خیلی قویه. اگرم دقت کنید ما 3 نفری به زور داریم میزنیمش. پت تانکی میکنه، دروید هیل میده و من دارم DPS میدم تا بزنیمش. بعد از اینکه این دارک رایدر رو کشید وارد قبرستون بشید از بالا، بیایید به این نقطه‌ای که می‌بینید و برید داخل تونل رو تا آخر برید و طبق ویدیو تا جایی که من میرم ادامه بدید. سمت راستتون روی دیوار یک جعبه‌ای هستش و این باکس رو وقتی باز بکنید بهتون یک کوست آیتم میده. با این کوست آیتم ما میریم به سمت چپ و تا انتهای تونل میریم و دقیقاً طبق ویدیو کاری که من میکنم رو انجام بدید، مسیری که میرم رو انجام بدید تا به اتاق مخفی که اینجا هست برسیم. وقتی به این نقطه برسید یک کتابی رو میبینید و کتاب رو لوت بکنید. این کتاب یکی از بوک هاییه که شما برای اسپل پاور نیاز دارید و این میشه بوک دومتون. مجددا ادامه مسیر رو برید و زمانی که وارد اتاق آخر بشید روی میز روی اون صندلی میبینید که یک اسکلت کینگی هستش که مرده. ما اون کینگ رو زنده میکنیم و یک لیچ 2x2 بغلمون ظاهر میشه. حالا 2x1 2x2 بغلمون ظاهر میشه، یا همون کلتوزاد ورد آف وارکرافت. وقتی بکشیدش بهتون رون مس رجنریشنتون رو میده. این شد یکی از رون هایی که بهتون قولش رو داده بودیم. بعد از اون به مپ وستفال میریم و در لوکیشنی که میبینید نزدیک دانجن ددماین وارد این خونه میشید و توی قفسه کتابخونه یک کتابی هستش و اون کتاب رو ور میداریم. این میشه کتاب سومی که شما برای آیسی وینز یا اسپل پاور نیاز دارید. بعد از اون به مپ استیوی میریم و در لوکیشنی که بهتون نشون دادم کتاب بعدیتون رو لوت میکنید و کتاب 4متون رو که گرفتید به مپ استروم ویند میریم.
داخل این تاور وقتی بشید باید تا بالاترین نقطه تاور برید و روی میز کتاب پنجمتون رو لوت بکنید. وقتی داخل این مپ هستید، داخل الوین فورست، میتونید داخل جنگل بچرخید و یونیتی که دارید میبینید که روش باف پلیمورف هستش رو پلیمورفش بکنید. بعد از چند ثانیه یک کتاب و یک نامه دراپ میکنه. زمانی که شما اون رو لوت بکنید بهتون میگه من 6 تا نامه میخوام، 6 تا پلیمورف بزنید و رون اینلایتمنتتون رو بگیریدش. بعد از اون ما پورتال میکنیم و به مپ آیرون فورج میریم. داخل کتابخونه آیرون فورج شما میتونید برید و کتاب بعدیتون رو لوت بکنید که میشه کتاب ششمی که شما نیاز دارید که دقیقاً لوکیشنش رو دارید داخل ویدیو میبینید. بعد از اینکه کتابتون رو ورداشتید از فلای مستر استفاده بکنید و به مپ لوچمودان فلای بکنید. وقتی به لوچمودان رسیدید بیایید مپ پایینی لوچمودان به اسم بدلند و داخل مپ بدلند بیایید به لوکیشنی که میبینید و کتابی که من لوت میکنم رو لوت بکنید. یک نامه روی زمین افتاده و ما لوتش میکنیم. بعد از اینکه این نامه رو در این لوکیشن لوت کردید یک مقدار میریم پایینتر و دارک رایدر سوم رو سامون میکنیم. لوکیشنش هم بهتون نشون میدم داخل مپ دقیقاً باید کجا سامونش بکنید. در این نقطه دارک رایدر رو سامونش بکنید و بزنیدش. این میشه دارک رایدر سومی که ما کشتیمش یا چهارم اگر اشتباه نکنم. بعد از اینکه این کار رو کردیم به مپ لوچمودان برمیگردیم. میریم بالاترین نقطه سمت راست و وارد بالاترین غار میشیم. طبق مسیری که دارید مشاهده میکنید به انتهای غار برید، یونیت هاش رو ایویی بکنید و در آخرین نقطه در این غار میتونید یک نامه دیگر هم لوت بکنید و میشه بوک بعدیمون. بعد از اون به مپ ویتلند میریم و در لوکیشنی که دارید مشاهده میکنید کتاب بعدیمون رو لوت میکنیم. فکر میکنم کتاب نهم یا دهم باشه که زیر این کوزه هستش. وقتی این کتاب رو لوت کردید به مپ بالاییش میریم و در مپ آراسی هایلند بغل جزیره جلوی چادر یونیتاش رو میکشیم و وقتی که یونیت رو کشید میتونید کتاب بعدیتون رو هم لوت بکنید. وقتی کتاب رو لوت کردید به لوکیشنی که میبینید میریم و دارک رایدر بعدی رو سامونش میکنید. دارک رایدر بعدی رو هم مجددا باید سعی کنید که با یه گروه بزنیدش. بچه‌ها اگر داخل یک لیری بودید دیدید دارک رایدر نمیادش میتونید حتی لیرتون هم چنج بکنید. بعدش به مپ مانتینز میریم و در داخل مپ مانتینز داخل این تاور یونیت رو پلیمورفش بکنید و کتاب بعدیتون رو لوت بکنید. بعدش میتونیم به مپ سیلور پین فورست بریم و در داخل قلعه و تاور میج ها داخل قسمت کمپ امبریل وارد خونه میشیم و کتابمون رو لوت میکنیم و بعد از اینکه کتاب رو لوت کردیم کارمون اینجا تموم شده. به مپ ویتلند برمیگردیم و با فلای و کشتی میایم به دارک شور. در بالاترین نقطه دارک شور لوکیشنی که من هستم رو میتونید بیاید و حالا من اینجا یک بلینک باگی میزنم، بپرید پایین روی هوا که بودید بلینک بکنید و گیر میکنه هیروتون. بیاید و کتاب بعدیتون رو لوت بکنید. کتاب رو که لوت کردید به مپ پایینیش میریم بچه‌ها، مپ اشنویل. داخل مپ اشنویل شما میتونید به سمت دانجن BFD برید و 3 تا کریستال و الماس بنفش رنگ هستش که داخل ویدیو هم الان مشاهده میکنید. میریم بغل این الماس ها و کریستال ها، بغل هر کدومشون که رسیدید یک اکسپلوژن میزنید و روی هیروی شما یک باف 30 دقیقه‌ای میفته. به ترتیب از پایین به بالا هر 3 کریستال رو میریم بغلشون اکسپلوژن میزنیم و به این ترتیب بعد از اینکه اکسپلوژن سومتون رو بزنید به شما رون آرکین بلستتون رو میده. وقتی رون آرکین بلستتون رو گرفتید به مپ برنس میریم و در لوکیشنی که دارید میبینید بالای دریاچه، یعنی در اصل وسط دریاچه هستش، میایم داخلش و میپیچیم میریم بالا. یک اتاقکی هستش، داخل اتاقک که بشید روی صندلی کتاب بعدیتون رو میتونید ببینید و لوت بکنید. کتابتون که لوت شدش بچه‌ها، بعد از اینجا ما میتونیم به 2 تا نقطه بریم، یا کمپ رچت یا دانجن ویلینگ کاورن. من اول ویلینگ کاورن رو اومدم. بچه واردش که شدید مسیری که من میرم رو دقیق طی بکنید، دارم بهتون توی مپ هم نشون میدم. این مسیر رو مستقیم میرید تا انتها و زمانی که به پورتال ویلینگ کاورن رسیدید سمت چپتون، یعنی سمت چپ دریاچه‌ای که چند ثانیه دیگه داخل ویدیو میبینید، ما میریم توی اون محوطه و دنبال
کتاب بعدی و نامه و اسکرول بعدیمون میگردیم. لوکیشن این اسکرول رندومه بچه‌ها. اگر جایی که من هستم رو اومدید و شما پیداش نکردید، همین محوطه رو دوباره بگردید تا این کتاب رو پیدا کنید. اگر دقت کنید منم متر به متر میگردم تا این کتاب رو پیدا کنم. بعد از اینکه اینو لوتش کردیم به کمپ رچت میریم و داخل رچت فلای مسترمون رو باز میکنیم. حتما یادتون باشه فلای مسترتون رو باز بکنید. بعد از اینکه فلای مسترتون باز شد بچه‌ها، برید داخل این خونه‌ای که دارید پله میخوره میره بالا و روی میز یه کتاب دیگه هم لوت میکنیم. تا اینجا کار ما تعداد کتابامون برای گرفتن رون آیسی وینز کافیه، اما ما سعی میکنیم 20 کتاب رو جمع بکنیم و مجددا برگردیم. به مپ داسکوالو مارش میریم و در لوکیشن که بهتون نشون دادم این قورباغه ها رو بکشید، ایشون بکنید و زمانی که منطقه رو سیو کردید و همه یونیت ها رو کشتید میتونید یک کتاب دیگه هم در این نقطه لوت بکنید. لوکیشن دقیق کتاب رو هم الان بهتون نشون میدم. بیاید بغل کتاب اگر قورباغه هم خواست اتکتون بده نووا بکنید مثل من و لوتش بکنید و فرار بکنید. بعدش میریم به کمپ همین مپ و داخل اینجا هرتستونمون رو میذاریم. چرا هرتستونمون رو میذاریم؟ چون مجددا باید برگردیم اینجا. این سریع ترین راهی بود که به ذهن من رسید که بتونیم سریع برگردیم اینجا. بعد از اینکه این هرتستونتون رو گذاشتید بیایید فلای مسترش هم باز بکنید و طبق مسیری که بهتون نشون دادم چند ثانیه قبل به مپ برنس میریم و از مپ برنس به مپ توسن نیدلز که زیرش هستش میایم و در لوکیشنی که دارید میبینید از این مسیر میریم بالا. این مسیر رو که رفتید بالا من سرعت ویدیو رو افزایش میدم بچه‌ها. ببینید من دقیقاً چه مسیر میرم. همین مسیر رو برید تا به کتاب بعدی که لوت باید بکنید برسید. یونیتاش لول پایینن، هیچ نگرانی نداره مگر اینکه هورد ببینید و هوردا بزننتون. بچه‌ها تا اینجا ویدیو اگر اومدید و خوشتون اومده یه لایک نمکی و یه ساب ریزم برای عمو بزنید که خیلی خوشحال میشم و انرژی میگیرم با دیدن کامنت ها و لایکاتون. خب به لوکیشنمون رسیدیم و پل آخر رو رد کردیم. کمپ تارن ها هستش بچه‌ها. میریم توی آخرین خونه و زمانی که وارد شدید سمت چپ بغل دست یونیتی که واسطاده یه دونه دیگه از اسکرول هامون رو هم میتونید ببینید. بعد از اینکه این اسکرول رو لود کردید بچه‌ها میتونیم از هرتستونمون استفاده کنیم و برگردیم به کمپ قبلی که داخلش هرتستونمون رو گذاشتیم. بعد از اینکه هرتستون کردید فلای کنید به رچت و از رچت بیاید به برنس و از برنس بیاید به مپ سمت چپش. بیاید در لوکیشنی که من هستم و دوباره کمپ تارن ها هستش به چادری که من میرم برید و یک کتاب دیگرم و یک اسکرول دیگرم لوت بکنید. وقتی این اسکرول رو لوت کردید بچه‌ها باید به مپ پایین بریم، مپ دزولیس. به مپ دزولیس بیاید، فلایش رو حتما باز بکنید. به این کمپی که من اومدم بیاید در این نقطه از مپ. در مرکز این کمپ اگر برید میتونید قشنگ کتاب بعدیتون رو هم سمت راست روی اون حالا نیمکتی که هستش ببینید و لوتش بکنید. ما یه دونه دیگه از دارک رایدرها رو هم در این نقطه از مپ سامون میکنیم، دقیقا بغل جاده توی مپ دزولیس. دوباره یه جی پی تشکیل بدید، دارک رایدر رو سامونش بکنید و بزنیدش. بعد از اینکه این دارک رایدر رو کشتیم از پورتال استبلیو استفاده میکنیم، میایم اینجا و تمام کتاب هایی که گرفتیم رو تحویل میدیم و جفت رون های اسپل پاور و آیسی وینز بهمون اضافه میشه. تنها کاری که باقی میمونه اینه که دارک رایدر آخر رو بکشیم بچه. مجددا به مپ ددوینگ میریم، همون جایی که اون ترینکت رو اول ویدیو گرفتیم. در لوکیشنی که بهتون نشون میدم متاسفانه من موسم باگ داره. در این لوکیشن شما میاید دارک رایدر آخر رو سامون میکنید و میکشیدش و آخرین کوست آیتم رو ور میدارید و طبق ویدیویی که دارید میبینید میاید توی همون لوکیشنی که ترینکت رو بهتون داده و NPCش رو پیدا میکنید، کتاب ها رو بهش تحویل میدید و رون میسیلس برایجتون هم بهتون اضافه میشه. ما تونستیم در عرض 15 دقیقه ویدیو 6 تا از خفن ترین رونهای میج رو بگیریم. حالا درسته که برای من دقیقاً 15 دقیقه طول نکشیده، خیلی بیشتره، ولی سعی کردم به صورت خلاصه بهتون توضیح بدم. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. لایک و ساب کردن کانال ما رو فراموش نکنید بچه‌ها. یه لطفی بکنید برای یه دونه از رفیقاتون هم که شده این ویدیو رو شیر بکنید تا با کانال من آشنا بشه و از کانال خودتون حمایت بکنید. امیدوارم که تا ویدیوهای بعدی لبتون خندون باشه. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.